نویابر پرزیدنت امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی در پراد حربی جزو تامهای وزارت کارهای داخلی به مناسبت روز میلیسیای تاجیک اشتراک کردند. در میدان در برابر هیئت شخصی شماره زیاد تکنیک‌های گوناگون زیرپوش جنگی نیز گذاشته شده بود. امامعلی رحمان با تبریک کارمندان میلیسیا با عید کسبیشان گفت مقامات امور داخلی با وجود مشکلات زیاد سالهای اول استقلال در 30 سال گذشته به یک ساختار مقتدر حفظ حقوق کشور تبدیل یافته امروز قادرند که یکجا با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق بر ضد همه گونه عملهای جنایتکارانه یعنی عنصرهایی که به امنیت و ثبات داخلی دولت و جامعه و عموما زندگی آسوده مردم تاجیکستان خطر ایجاد میکنند مبارزه برند. امامعلی رحمان همچنین خدمت کارمندان مقامات کارهای داخلی رو خصوصا در برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی مبارزه بر ضد گروه‌های خیانتپیشه و جنایتکار و تامین صلح و آرامی و ثبات سیاسی در کشور ارزشمند و برجسته نامید است. او گفت حکومت در حق کارمندان میلیسیا همه وقت غمخوری ظاهر میکند و از جمله در 10 سال آخر حجم مبلغ گذاری مقامات میلیسیا از حساب بودجه دولت بیش از 150% افزوده مزد کاری کارمندان میلیسیا به حساب میانه 3 برابر زیاد کرده شد. در این مدت بیش از 750 نفر کارمندان و عائله‌های بی‌سرابان کارمندان میلیسیا با منزل استقامتی و زیاده از 3000 نفر با قطعه‌های زمین نزد افلکی تامین کرده شدند. از جمله امروز در روز عید کسبی باز 40 نفر کارمندان میلیسیا در شهر دوشنبه صاحب منزل استقامتی گردیدند. حالا در پایتخت مملکت ساختمان باز یک بنای استقامتی بسیار آشیانه برای کارمندان مقامات کارهای داخلی ادامه دارد، گفت امامعلی رحمان. او افزود با فرمانهایش در دوران استقلال 100 نفر از کارمندان میلیسیا را با رتبه‌های عالی افسری و 670 نفر را با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیده است. امامعلی رحمان در سخنرانیش به وضع مرکب سیاسی و حربی و امنیتی و جمعیتی در منطقه و جهان پرداخته تاکید کرد که چنین شرایط هر یک کارمند مقامات را وادار می‌سازد که هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست نداده تمام سعی و کوشش خود را جهت پیشگیری نمودن جنایتکاری علل خصوص جنایت‌های متشکل فراملی از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، معاملات غیر قانونی مواد مخدر و سلاح روانه سازند. او گفت مردم تاجیکستان در سیمای کارمندان مقامات حفظ حقوق و ترتیبات حامیان زندگی آرام و آسوده خود، محافظان شرف و منفعت‌های شهروندان، نظام و ترتیبات جمعیتی و امنیت و ثبات را می‌بینند. امامعلی رحمان اظهار اطمینان کرد که کارمندان مقامات کارهای داخلی منفعت‌های دولت و ملت و آبروی کسبی خود را مقدس دانسته به سوگند یاد کردهشان در آینده نیز صادق میمانند. در چاره‌بینی تنتنوی و افتخار روز میلیسیای تاجیک با فرمان پرزیدنت باز به 3 کارمند وزارت کارهای داخلی برای خدمت‌های شایسته رتبه‌های خدمتی سپرده شد.